روز شما بخیر بینندگان ارجمند. امروز چهارشنبه 19 مارس است و این برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی. خبرنگاران رادیوی آزادی در تاجیکستان و پراگ برای شما مهمترین تحولات این روز را بازگو می‌کنند. توجه کنید به موضوع اساسی این نشر. کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی رئیس دانشگاه دولتی شهر خوجند را با گمان رشوه‌گیری بازداشت کردند. نظر خود ایوب عثمانزاده فعلا معلوم نیست. در سوریه مردم از تکرار خونریزی در بین مردم بیگناه نگران هستند. 2 هفته پیش فقط در یک شهر این کشور 700 نفر را کشتند. سازمان ملل متحد میگوید در تاجیکستان نظر به دیگر کشورهای آسیایی به پناهجویان بیشتر کمک میکنند. خود پناهجویان میگویند از دپورتاسیون هراس دارند. وضعیت خوب است که حالا همین دیپورتکان یک ذره زیاد شده دیگه و اینجا کسی به اسناد آمده نمیتونه. کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی رئیس دانشگاه دولتی شهر خوجند را با گمان رشوه‌گیری بازداشت کردند. با اطلاع دریافتی رادیوی آزادی ایوب عثمانزاده را که رئیس جمهور به این مقام تعیین کرده بود اول ماه مارس دستگیر کردند. موقع خود عثمانزاده معلوم نیست ولی پیوندانش میگویند امید دارند او به زودی آزاد می شود. فرزان محمدی تفصیلات بیشتر دارد. ایوب عثمانزاده رکتور دانشگاه دولتی شهر خوجند را کارمندان ریاست کمیته دولتی امنیت ملی در ولایت سوخت هفته گذشته بازداشت کردند. اتهام دستگیرشوی عثمانزاده گرفتن پاره عنوان می شود ولی جزئیات آن دسترس نیست. از او پیشتر پرویز پولادی دکان فاکولته بیولوژی و شیمی همین دانشگاه را نیز مقامات مربوطه دستگیر کردند. احتمال می رود که بازداشت 2 مقامدار دانشگاه به هم پیوندی دارد. در همین حال مسئولان وزارت معارف و علم تاجیکستان و هم ریاست دانشگاه دولتی خوجند میگویند در این باره هیچ اطلاع رسمی نگرفتند. ولی همکاران و هم مسئولان شعبه کادرهای دانشگاه در صحبت حضوری به ما گفتند که تقریبا 10 روز باز رکتور دانشگاه در جای کارش نیست. اینچنین برای رخصتی مهنتی بهتر کردن وضع سلامتی و هم سفر کاری نیز اجازه نگرفته است. پیوندان ایوب عثمانزاده در عین حال راضی نیستند که در نزد دوربین مسئله را شرح دهند ولی گفتند که نسبت رکتور بدی کردند و امید از آزاد شویش را دارند. با این حال موقع خود عثمانزاده به اتهام معلوم نیست. رادیوی آزادی آماده است به محض دسترس شدن نظر آنها را نشر نماید. با عیب رشوه‌ستانی بازداشت شدن استادان دومین دانشگاه کلانترین تاجیکستان گپی نو نیست. از این پیشتر رئیس بنگاه مبارزه با کروپسیا در ولایت سوخت دانشگاه دولتی شهر خوجند را مؤسسه نامید که فساد مالی در آن به اوج رسیده است. با اطلاع مسئولان آژانسی تنها در سال گذشته 49 مورد جنایت‌های کروپسیونی را در دانشگاه آشکار کردند. کارهای تفتیشاتی این مقامات چند ماه دوام کرده در نتیجه آموزگاران به جرم‌های از خودکنی یا اسرافکاری، تغییر اطلاعات کامپیوتری، سوء استفاده از منصب، بی‌عملی در اجرای وظیفه و ساخته‌کاری گمانزد شدند. آن شخصانی که در همین وظیفه‌ها کار می‌کردند و همین خطاگی‌ها راه دادند و همین آنها هم از جانب مقامات دفتر هر از جانب راهبری دانشگاه چاره‌های انتظامی اندیشه شده آنها به دیگر وظیفه‌ها گذرانده شدند. 2 سال پیش مقامات تفتیشاتی و قدرتی ولایت سوخت گفته بودند که از همه بیشتر موردهای رشوه‌ستانی آموزگاران در دانشگاه دولتی خوجند ثبت شد. قسمی از آنها با جریمه از جوابگری آزاد و نسبت به برخی چاره‌های دیگر انتظامی کاربست شدند. حالت‌های از همه زیاد فساد در یک مؤسسه تحصیلاتی ولایت سوخت در حالی است که معارف تاجیکستان یکی از ساحه‌های فسادزده‌ترین نامبر می‌شود ولی کاربران شبکه‌های اجتماعی این خلاصه را درست نمی‌شمارند و می‌گویند زور نهادهای ضد فساد به ساحه‌های دیگر نمی‌رسد و آموزگاران و پزشکان شکار آسان آنها دانسته می‌شوند. هیئت نوی مجلس نمایندگان در تاجیکستان که اساساً از اعضای حزب حاکم عبارت است روز 19 مارس به کار سر کرد. فیضعلی ایدیزاده در آوازدهی پنهانی رئیس نوی مجلس نمایندگان انتخاب شده است و 48 ساله و از ناحیه رشت است.
شیر محمد شاهیان رئیس پیشین دادگاه عالی، معاون اول رئیس موسومه موینی و عزیز گیازاده معاون‌های رئیس انتخاب گردیدند. بعد قتل صدها نفر مردم آسایشته در یکی از شهرهای ساحلی سوریه در اول ماه مارس، مردم از مقامات می‌خواهند قاتلان و گناهکاران را به جوابگری جنایی بکشند. با وجود بازگشت آرامی به این شهر لاذقیه، مردم هنوز هم با ترس و بیم زندگی می‌کنند. کیومر سیاتا گزارش می‌دهد. بسام مهنا با دو پسرش در خانه بود که شخصان مسلح با زور وارد شدند. فدخلوا علينا العمشات قتلوا ابن عمي ابراهیم. ما گفتیم خانه رو ترک نمی‌کنیم. من و عائله‌ام و جیانم بودیم. با خانه در آمدند و جیانم و دو عائله دیگر رو کشتند. خانه رو جستجو کردند. گفتند سر شما رو از تن جدا می‌کنیم. همه رو غارت کردند. پول و ماشین‌ها رو هم. عفشوا البيت كله كل ما املك من مال سياراتي كله اخذوها. به قول تحلیلگران، کشتارها در شهر نقار برای ستمگری‌ها در عهد بشار اسد بوده است که حکومتش در ماه دکبر سال 2024 سقوط کرد. بسیاری از قربانیان علوی‌ها از قوم بشار اسد هستند. میگویند که جنگ را طرفداران اسد آغاز کرده و دست به کشتار زدند. روز 8 دکبر به اصطلاح سرپوش را روی ظرف آبی جوشان گذاشتند. تعجب آور است که چی چیز اینقدر وقت زیاد گرفت که احساس و غریزه های بد را برانگیزد. او میگوید رهبران اقلیت ها از جمله علوی ها از حکومت خواستند که گناهکاران را به جوابگری کشند. پس از خونریزی هزاران نفر در این پایگاه روسیه پناه بردند، چون آن را هنوز هم حامی علوی ها می دانند. مسکو یک حامی اساسی بشار اسد بود. رهبران منطقه می گویند که وضع بهتر می شود. پس از آمدن نیروهای امنیتی به اینجا و فرار گروه های مسلح، وضع امنیتی بسیار بهتر شده است. اما به گفته چارلز لیستر، بحران بشری در سوریه بدتر می شود و فقر گسترده ناامنی را دامن میزند. به اندیشه من مردم بحران بشری در عهد اسد و در ماه دکبر را فراموش کردند که در سوریه 14 سال باز ادامه داشت. بعد از رفتن اسد وضع باز هم بدتر شد. به قول این تحلیلگر، تحریمات اقتصادی به ضد سوریه باید برداشته شود تا حکومت معاش مردم را بدهد، یاری بشری تقسیم کند تا کشور آرام شود. بسام مهنا هم به این اندیشه است و میگوید که ثبات و اقتصاد هم قدم یکدیگرند. آرامی و آسایش برای آینده سوریه مهم است، ولی باید مشکلات اقتصادی مردم هم حل شود. احمد شر رئیس جمهوری موقت سوریه گفته است همه دستاندرکاران قتل‌های آخر را جزا خواهند داد که در بین آنها طرفداران خود او نیز هستند. یک تحقیق سازمان ملل متحد نشان داده است که نظر به دیگر کشورهای مهاجرپذیر، تاجیکستان از نظر رسیدگی به سند و ثبت نام پناهجویان از افغانستان توجه جدی ظاهر می کرده است. در تحقیق کمیسریت عالی پناهندگان گفته می شود که نظر به 10 کشور دیگر در تاجیکستان پناهجویان را زود ثبت نام می کنند و دیگر خدمات اجتماعی را فراهم می سازند. این زمان تنقید اساسی این سازمان به اخراج پناهجویان از تاجیکستان ربط دارد. گزارش ارشاد سلیمانی و امیر سویف در همین باره است. محله در شهر وحدت کنار پایتخت تاجیکستان، جای کار و زندگی اکثر مهاجران و پناهندگان افغانستانی. آنها حق ندارند که در پایتخت و مرکز ولایت ها اقامت کنند. شهید نایب خیلی بازنشسته یکی از آنهاست. وضعیت خوب است که حالا همین دیپورتکان یک ذره زیاد شده دیگه. مردا را دیپورت نه مردا را، زنا را غرض نداره. نه زنا کودکا را غرض نداره.
اشاره شهید نایب خیل به اخراج قریب 80 مهاجر افغانستانی از تاجیکستان است. این حادثه در ماه دکبر سال 2024 روی داد و باعث به واکنش ها شد. کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزه ها از دوشنبه خواست که این کار را بس کند، چون مخالف قانون درباره گریزه هاست. اینجا کسی به اسناد آمده نمیتونه، کل قانونی آمده. اینجا کل به اسناد قانونی داره. کارتای سرخ گرفتن، کل کارتای سبز گرفتن. به قانونی خو اینجا هیچ کس آمده نمیتونه. در یک نشست مطبوعاتی در ماه فوریه، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک تاجیکستان راندن بعضی از پناهندگان افغانستانی را به قاعده های بود و باش پیوند داد. رعایت همین سنت‌های معیاری حقوقی در رفتار تمام نفرانی که در این قلمرو حیات میبرند، من گمان میکنم که مهم هست. در همین حال برعکس نگرانی های چند ماه پیش، کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور گریزه ها در یک تحقیقات تاجیکستان را کشور میهمان نواز برای پناهجویان افغانستانی در آسیا مرکزی دانسته است. تاجیکستان در میان 11 کشور منطقه آسیا و اقیانوسیه مقام اول را صاحب شده است. این نهاد معلوم کرده است که پناهجویان افغانستان در تاجیکستان از استفاده امنیخانه و دسترسی بهتر به طب و تحصیل و دریافت اسناد بهره ورند. سهولت هایی که موجود است در بعد تحصیلی، هر پناهنده افغانستان اگر بخواهد چی در مکتب چی در دانشگاه یا در هر نهاد تحصیلی که به تحصیلات خود ادامه بده، هست فرصت ها، سهولت ها بسیار راه آسان و شیوه مناسبی و درستی است که میتونه وارد تحصیل شود. و این در بخش کار و پیشبرد زندگی، گرچند شاید در بعضی ساحه ها بعضی محدودیت ها باشه، ولی در کل در ساحه های کارخانه های شخصی و دیگر ساحه ها میتونن که آزادانه کار کنند. با گفته سلیمان سروش، یگانه مشکل در زمینه کار این است که مهاجران و پناهندگان را در نهادهای دولتی عموماً به کار نمیگیرند و یا به سختی میپذیرند. در تاجیکستان بنا به آمار رسمی و غیر رسمی بیش از 10,000 مهاجر و پناهنده افغانستانی قرار دارند. تعداد آنها پس از دوباره به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان به شدت زیاد شده است. مهاجران و پناهجویان افغانستانی اساساً در شهرهای حصار، وحدت، ناحیه‌های رودکی و شهر نو و جلالدین بلخی و جبار رسولوف زندگی می‌کنند. در یک دهه دوردست ناحیه ختلان راه عجیب جلب آموزگاران زبان خارجی به مکتب‌های محلی را پیشنهاد کردند. مقامات و هم صاحبکاران محلی به جوانان دهه وعده دادند اگر همسر انتخاب کنند که زبان خارجی داند و در مکتب دهه درس دهد به آنها خانه نو میدهند. محمود جان رحمتزاده گزارش میدهد. دهه دوردست تیبونیک در ناحیه تیمورملیک، در اینجا مکتبی نو میسازند ولی آموزگاران نمیرسند، به خصوص آنهایی که زبان انگلیسی را میدانند. همو کلنگیری دم حتی چی کردن که اگر یگون کسی که با زبان انگلیسی بدونه مو کلنگ تعیین میده با تاکید که شب اگر مو داو خونه چی میکنه همو سویبر چی کرد که به همون شخص مو خونه الویده میسازیم. مقامات در صحبت‌های خود اعتراف میکنند که این اقدام را صاحبکاران گرفته‌اند ولی از آنها نام نمیگیرند. ما در مجموعه کمپلکس کلون ساختیم همونجا مسائل خونویی برای چی در دیگه موضوع هم در موضوع مراد بخشم. ناحیه تیمورملیک در ولایت ختلان یک منطقه کوهی است. اکثر دهه‌هایش در فاصله دورتر از مرکز ناحیه جای گیرند. هر سال صدها جوان از این ناحیه به دانشگاه‌ها داخل می‌شوند. با وجود این در بعضی دهه‌ها آموزگاران زبان خارجی نمی‌رسند. ستاره از ناحیه تیمورملیک است و حالا در کلاب می‌خواند. او میگوید با جوان از منطقه دیگر شوهر